قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان ما با نزول این قرآن از سوی خویش بهترین داستانها را که پیشتر از آنها آگاهی نداشتی برایت بازگو می کنیم. قصه های قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. محمد ابن عبدالله از سلاله اسماعیل ابن ابراهیم صلوات الله و سلامه علیهم در 40 سالگی به نبوت برگزیده شد. آیه اقرأ سیمای این دینی که به اون وحی شده بود رو نمایان کرد. امت خواندن، امت علم، امت دانش برانگیخته شد. بعد از اون به پیامبر دستور داده شد که این علم و دانش و این نعمت بزرگ والای قرآنی که به شما وحی شده این رو به دیگران برسون. شما رسولی هستی به سوی عالمیان. اما خب در این فضای شرک، فضای کفر، در این دنیایی که بت پرستی حاکم بود و شهوت پرستی و انسانیت خودش رو در مقابل سنگی بیجان خار کرده بود، سخن گفتن از خدای رحمان آسان نبود. از این رو دعوت و حکمت دعوت اقتضا می کرد که این دعوت به صورت مخفیانه کارش رو ادامه بده. دعوت توحید 3 الی 4 سال به صورت مخفیانه انتشار پیدا می کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدیکترین افراد به خود، اونهایی که به اونها اعتماد داشت و امید داشت که اونها به ندای حق لبیک بگویند، اونها رو به طرف دین دعوت داد. اول همسرش بانوی بزرگوار خدیجه کبرا، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت توحید رو به ایشون عرضه کردند. ایشون با شناختی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سالیان زندگی مشترک داشتند، فوراً به دعوت خدایشان لبیک گفتند و اولین مؤمنان و نیمی از اسلام اول رو خدیجه کبرا تشکیل دادند و در کنار پیامبر همسرشون ایستادند و از ایشون حمایت کردند. از جمله افرادی که در نخستین روزها لبیک گفتند به ندای توحید، علی ابن ابی طالب بود، پسر بچه 10 ساله، پسر ابو طالب عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که بنا به سختی ها و وضعیت اقتصادی ابو طالب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سرپرستی علی رو بر عهده گرفته بودند و علی در خانه پیامبر بود. این پسر باهوش و ذکی به دعوت توحید لبیک گفت. از جمله افرادی که دعوت توحید رو از این خانواده گرفتند، زید ابن حارثه بود که به او میگفتند زید ابن محمد، چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون رو که یک برده‌ای بود و در نزد خدیجه کبرا و خدیجه اون رو به پیامبر هدیه کرده بود، پیامبر اون رو به پسرخواندگی پذیرفته بود بر رسم رواج اون زمان جامعه، که بعد از مدتی قرآن کریم این پسرخواندگی رو نقض کرد. این پسری که در خانه پیامبر تربیت میشد لبیک گفت به ندای توحید و از آغازین افراد دعوت
ابوبکر صدیق بود، رفیق و دوست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فردی که پیامبر بهش اعتماد داشت و بازرگانی بود. پیامبر دعوت توحید رو به ایشون عرضه کردن، ابوبکر لبیک گفتن و همون نصیحت پیامبر رو و سخن قرآن رو گوشواره گوششون کردن. قم فانذر. ابوبکر همان لحظه بلند شد و شروع کرد به دعوت اسلام رو به دیگران رسوندن و به دعوت ابوبکر عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحه ابن عبدالله لبیک گفتند که همه اینها از شخصیت‌های والای تاریخ اسلام و از رهبران برجسته فتوحات اسلامی هستند و همشون اجرشون مثل اجری که اونها کسب میکنن به ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم خواهد رسید. و بلال، ابو عبیده ابن عامر ابن الجراح، ارقم ابن ابی الارقم، خباب ابن ارد و از خانمها بعد از خدیجه اسماء ابن بنت ابوبکر و همسران این مؤمنانی که ذکرشون شد، همه اینها ایمان آوردند و همه این دعوت به صورت مخفیانه و سری پیش می رفت و مؤمنان خانه ارقم ابن ابی ارقم رو به عنوان یک جایی که بتونند در اون جمع بشن و تعالیم دین رو یاد بگیرند در اونجا جمع می شدند و از پیامبرشون قرآن رو فرا می گرفتند. این آغاز دعوت پیامبر بود که به صورت مخفیانه و سری پیش می رفت. تنها افرادی که قابل اعتماد بودند، تنها افراد عاقل و سواددار و برجسته و هوشمندی که در جامعه بود و امید بود که اینها ایمان بیارند، اینها رو آرام آرام مؤمنان جذب می کردند و اسلام می آوردند. و در این حال خب وضع امنیتی بسیار شدیدی حاکم بود و باید مؤمنان این رو مراعات می کردند. حتی مؤمنان نیاز نبود که همه یا هر کسی که به ندای حق لبیک میگه همه افراد رو بشناسه. واسه همینه که میبینیم که در برخی از روایات افرادی مثل عمرو ابن عنبسه میان و میگن که من چهارمین فردی هستم که به دعوت توحید لبیک گفتم. یا ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنهم اجمعین میگن که من چهارمین فردی بودم که به دعوت حق توحید لبیک گفتم، در حالی که عمرو ابن عنبسه و ابوذر افرادی هستند که پیش از اون 10 نفر ایمان آورده بودند. تعداد مؤمنان اولین به 40 نفر رسیده بود، اما چون که این مؤمنان از اخبار دیگران اطلاع نداشتند، کار به صورت یک سری و مخفیانه پیش می رفت و نیاز نبود که هر مؤمنی همه افراد دیگر رو بشناسه. در این حالت ها بود که همه فکر می کردند که از اولین افراد هستند و این شیوه دعوت توحید هست. شمایی که خداوند متعال بر شما منت نهاده و به دعوت توحید لبیک گفتید و الان در سرزمینی پر از شرک و بدعت ها زندگی می کنید یا کفر در آنجا حاکم است و شما نمیتونید دعوت توحید رو علنی کنید، باید این شیوه پیامبر رو به پیش بگیرید. دعوت مخفیانه، خودت رو دعوتت رو مخفیانه به پیش میبری، افراد بسیار قابل اعتماد اونها رو یکی یکی بعد از به وجود آوردن یک پیش زمینه‌های دعوتی اونها رو به طرف خودت و به طرف دینت دعوت میدی و در جاهای مخفیانه، در خانه‌های مخفیانه با اونها نشست و برخاست میکنید. تا وقتی که نیاز دعوت این نیست که شما دعوتتون رو آشکارا کنید و به مردم و به جامعه برسونید، بدین صورت پیش میرید تا از گزند مشرکان و ظالمان و از گزند خطری که دعوت رو تهدید میکنه تو این شهری که پر از بدعت و خرافات و شرکیات و قبر پرستی و بت پرستی است، وقتی که شما میایید
یگانه فردی هستید که خداوند شما رو به اصطلاح هدایت داده، دعوتت رو آشکار میکنی، خودت رو به خطر میندازی و خطر این هست که دعوتت در همون جا در نطفه خفه بشه، شایسته این هست که شما مسیر دعوت رو مخفیانه به پیش ببرید، تنها افراد قابل اعتماد رو دعوت کنید و کسایی هم که دعوت میکنید اونها رو با دینشون آشنا کنید و مسئولیت رو به اونها بفهمونید تا اونها هم چون ابوبکر برن و چه بسا که به دست شما یک نفر هدایت میشه و به دست اون یک نفر دیگه دهها و صدها. و البته یادمون باشه که مخفی کردن دعوت به معنای تعطیل کردن دعوت نیست، بلکه مخفی کردن دعوت باید یک انگیزه قوی در فرد به وجود بیاره تا بیشتر و بیشتر تلاش کنه و در این مسیر از دعوت خانم ها غافل نشیم. در ابتدای اسلام میبینیم که اولین کسی که به پیامبر لبیک گفت همسر ایشون بودند. بعد از اون میبینیم خانم هایی مثل اسما دختر ابوبکر صدیق و همسران افرادی که ایمان آوردن، یعنی مؤمنان اولین فکرشون این بود که همسرشون با اونها همراه باشه. میبینیم اسما بنت عمیس همسر جعفر ابن ابی طالب و اسما بنت سلامه همسر عیاش ابن ربیعه، فاطمه بنت المجلل همسر حاتب ابن الحارث و امینه بنت خلف همسر خالد ابن سعد ابن سعید ابن العاص و همسر مطلب ابن ازهر زمعه بنت ابی عوف از نخستین افرادی هستند که به دعوت اسلام توحید لبیک گفتند. این بود دعوت توحید در آغازش، وقتی که ندای حق به پیامبر و مؤمنان فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، بیم بده و دعوت بده خیشانت را، اونایی که به تو نزدیکند. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنور. دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت مخفیانه ادامه داشت و افرادی که گویا 40 نفر می رسیدن به این دعوت لبیک گفتند. بعد از اون خواست خدا بر این رفت تا این دعوت آشکارا بشه. وقتی که افراد نیرومند و قوی چون عمر ابن خطاب و چون حمزه عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این دعوت لبیک گفتند و پچ دعوت به همه جا رسیده بود، تقریبا اینجا نیاز بود که دعوت آشکار بشه. قرآن کریم در سوره هجر آیه 94 به پیامبرش امر کرد فاصدع بما تؤمر، آشکارا کن اون چیزی که به اون امر شده ای. و در سوره شعرا آیه 214 خداوند متعال به پیامبرش گفت و انذر عشیرتک الاقربین، این آغاز با نزدیکانت باشه. خب چرا که رسیدن به نزدیکان، دعوت اونها، تفاهم با اونها آسونتر هست، اما این بدین معنا نیست که دعوت خیشان هست، دعوت جهانیان هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سوره انبیاء 107 قرآن پیامبرش رو چنین معرفی میکنه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان. پس تو دعوتت و مسیرت به سوی جهانیان هست. در سوره سبع آیه 28 باز میخونیم که خداوند متعال چنین میفرمایند و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو رو برای بشارت و برای مژده دادن و برای بیم دادن فرستادیم به سوی همه بشریت و به سوی همه انسانیت. و در سوره اعراف آیه 158 همین معنا رو داریم که خداوند میفرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای محمد ما به انسانیت بگو
به بشریت بگو یا ایها الناس، ای مردمان، من رسول و فرستاده خدا هستم به سوی همه شما. این دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دعوتی که به سوی بشریت فرستاده شد و دعوت خاتمین و آخرین دعوت خداوند به سوی بشریت. وقتی که آیه نازل شد، آیه شعرا، و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواستند خیشاشون رو جمع کنند، خیشاشون رو صدا زدند، همه بطون و شاخه های قریشی رو که با پیامبر نسبی داشتند بهشون گفتند یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، ای بنی کعب ابن لؤی خودتون رو از آتش سوزان جهنم نجات بدید. یا بنی مره، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، یا بنی هاشم، یا بنی عبدالمطلب، همه این شاخه هایی که با پیامبر به گونه خویشاوندی داشتن، همه اینها رو یکی یکی صدا می زدن و بهشون انذار می کردن، چرا آژیر خطر رو در گوششون به صدا در می آوردن، بهشون بیم می دادن که از آتش جهنم خودتون رو رهایی بدید. یا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد، انقذی نفسکی من النار، خودت رو از آتش جهنم نجات بده. یا صفیه عمت رسول الله، ای صفیه عمه پیامبر، خودت رو از آتش جهنم نجات بده. فانی لا املک لکم من الله شیئا، من در مقابل خدا هیچ کاری از دست من ساخته نیست که براتون انجام بدم. شما باید خودتون در فکر خودتون باشید و هر انسانی باید خودش رو از آتش جهنم نجات بده. همونطوری که قرآن کریم به پیامبرش امر کرده بود و توجه پیامبرش رو به اون جلب کرده بود که آزار و اذیت خواهد شد و باید صبر کنه، آزار و اذیت ها از همون لحظه نخستین شروع شد. ابولهب عموی پیامبر و همسرش جمیل، این دوتا شدند میخ سر راه دعوت، سد سر راه دعوت و شروع کردند به تبلیغات سوء بر پیامبر و بر این دعوت و مؤمنان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی کوه صفا رفتن و قریشیان و شهر مکه رو صدا زدند. مردم که محمد امین رو به امانتداری، به صداقت، به راستگویی می شناختند، دوان دوان اومدند که ببینند این مرد راستگو چه میگوید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مردم خواستند و بهشون گفتند که اگر من بگویم که فردا صبح یا امروز بعد از ظهر که ارتشی به شهر شما حمله ور خواهد شد، آیا حرفم رو باور میکنید؟ گفتند که ما جربنا علیک الا صدق، ما غیر از صدق و درستی و امانت از تو هیچ ندیدیم. بهشون گفتند که اگر من بگم که پشت این کوه ارتشی است و میخواد به شما حمله کنه و شما رو تارمار کنه، اکنتم مصدقیه، آیا حرف من رو قبول میکنید و حرف من رو باور میکنید؟ گفتند بله، ما هرگز از تو بدی ندیدیم و از تو دروغی نشنیدیم. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من اومدم تا شما رو برحذر دارم، بیم دهم از عذاب بسیار سختی که سر راه است، از عذاب جهنم و از بازخواست شدید خداوند در روز قیامت. ابولهب از جمله افرادی بود که اونجا نشسته بود، مقداری خاک گرفت و به طرف پیامبر پرت کرد و گفت علی هذا جمعتنا، ما رو برای همین اینجا جمع کردی، وقتمون رو گرفتی، از کار و زندگی انداختی که بیایم همین چرندیات تو رو بشنویم؟ این فردی که چنین در پی تخریب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و با حمله های
و حرفهای زشتش میخواست که چهره زیبای پیامبر رو دگرگون کنه، مورد عتاب شدید خداوند، پتک شدید و مشت شدید قرآن کریم بر دهن اون کوبید و آیات سوره المسد نازل شد. یک سوره کامل در رد این به اصطلاح انسان و در دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد دو دست ابو لهب و هلاک باد ابو لهب. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، مال و ثروتش، اون دارایی که به دست آورده، هیچ نمیتونه براش کاری بکنه در روز بازخواست، در روزی که خداوند از اون بازخواست میکنه. سیصلی نارا ذات لهب، در داخل آتشی که شعله هاش برافروخته شده انداخته میشه. و امرأته حمالة الحطب، و همسرش اونی که هیزم رو، خاره ها رو میگرفت و در راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مینداخت، پیامبر رو شکنجه بدنی و شکنجه روحی میکرد. این انسانها، این دو شخصی که خودشون رو سربازان شیطان قرار داده بودند، این چنین خواهند بود و همیشه سربازان شیطان این مسیرشون هست. فی جیدها حبل من مسد، در روز قیامت در گردنش ریسمانی از آتش خواهد بود و در جهنم خواهد سوخت. این مسیر ابو لهب هست و مسیر جمیل همسرش و مسیر همه کسانی که با خدا و دین خدا در بیفتند، چه ابو لهب باشه، چه همسران افرادی مثل ابو لهب، ام جمیل ها باشند، همه کسانی که در راه خدا با خدا می جنگند. خداوند متعال این آیات سوره مسد رو فرستاد تا در واقع مشتی باشه بر دهن همه اینها و دفاعی باشه از دعوتگران توحید، که ای دعوتگران موحد، ای کسانی که بر مسیر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گام نهادید، ما شما رو فراموش نخواهیم کرد. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنور. دعوت توحید مسیرش رو شروع کرده بود و مخفیانه مسئله دعوت روز به روز گسترش پیدا می کرد. افراد جدیدی به دعوت رو می آوردن. عدد به 40 نفر رسید و در بعضی روایات بیشتر از این، که آیه 214 سوره شعراء اومد و انذر عشیرتک الاقربین، و خویشاوندان نزدیکت رو بیم بده و اونها رو به طرف دین دعوت بده. و همچنین آیه مبارکه سوره مبارکه نحل، فاصدع بما تؤمر و اعرض، و آیه مبارکه بخشید سوره مبارکه الحجر، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. اعلام کن دعوتت رو، آشکارا کن دعوتت رو، و اعرض عن المشرکین، و روگردان شو از مشرکان. راهت رو از مسیر جامعه باطل و جامعه پرخرافات و شرکیات دور کن. مسیر تو یک مسیر دیگه ای هست. در این مسیر تو را مسخره خواهند کرد، به تو تهمت ها خواهند زد. هیچ بها نده. انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو کافی هستیم، ما در کنار تو هستیم. هیچ بها نده به افرادی که تو رو مسخره میکنن و ریشخند میکنن. هر آینه ما تو رو از شر ریشخند کنندگان بسنده ایم. انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون. اونهایی که با خدایشون خدایان دیگری میتراشند، اونهایی که بتها، مال و منال،
طاغوتیان، قبرها، امامزاده ها و همه این چرندیات رو میارن در کنار خدا قرار میدند. الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون. اینهایی که در کنار خدا پیر و نمیدونم مرشد و مرید و اینها رو میارن برای خودشون خدا قرار میدند، اینها خواهند دید که چطور مورد محاسبه قرار میدن وقتی که شأن خدایی خدا رو زیر سوال بردن. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ما میدونیم وقتی که اینها بر علیه تو و دعوت تو سمپاشی میکنن، حرفای بد میزنن، دلت میگیره، احساس بدی به دست میده. لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ما میدونیم که دلت تنگ میشه، سینه‌ات تنگ میشه، اذیت میشی، اما راهش اینه که فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. تسبیح خدات رو به جا بیار، همیشه در ذکر و یاد خدا باش. و کن من الساجدین، و همیشه از سجده کنندگان در مقابل خدا باش. اینجاست که دیگه انشراح قلب به تو دست میده، احساس آرامش خواهی کرد وقتی که در یاد خدا باشی. خداوند همیشه در ذهنت باشه، اون وقتی که دیگه از هیچ کسی هراسی نخواهی داشت. و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، و عبادت خدایت رو به جا بیار تا آخرین دم، تا آخرین دمی که پیش خدات میری در عبادتت استوار باش و به پیش برو. چون این بود دعوت توحید که به صورت مخفیانه آغاز شد و این مخفیانگری دعوت باید باشه. در جایی که دعوت احساس خطر میکنه، دعوتگران احساس خطر میکنن، مؤمنان احساس خطر میکنن، مخفیانه باید دعوتشون رو با سرعت عمل بالا و انگیزه کاری قوی به پیش ببرن تا دعوت منتشر بشه. وقتی که دعوت به حدی رسید که دیگه نیاز نبود که مخفیانه کار بشه، اون وقت خودش رو آشکار میکنه و دیدیم که این افرادی که پرچمداران و طلایه‌داران دعوت توحید هستند، اینها همون افرادی هستند که در خانه ارقم ابن ابی ارقم مخفیانه توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی یکی ساخته شدند، تربیت شدند. افراد یکی یکی پیامبر انتخاب میکرد، اونها رو میساخت، تربیت میکرد تا فردای نیاز ابوبکرها باشند، تا فردای دعوت عمرها باشند، تا فردای نیاز عثمانها و علیها و سعد ابن ابی وقاصها و ابو عبیده ها و ابو ذرها و عمرو ابن عنبسه ها و عمارها و یاسرها و سمیه ها و خدیجه ها و اسماها و آیشه ها باشند. این افراد در صبر و استقامت و متانت اونجا تربیت می شدند و خداوند ضمانت میکنه دعوتگران رو در وقتی که دعوتشون آشکار میشه، وقتی که دشمن به اونها میتازه با تهمتها، با دشنامها، با شکنجه ها و با زندان ها و با شهادت ها، انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو کافی هستیم، ما در کنار تو هستیم، ما ضمانت میدیم تو رو، حفاظت از تو رو و دفاع از دعوت تو رو، پس نخاف، ترس نداشته باش و به پیش برو و از هیچی هراسی نداشته باش. فاصدع بما تؤمر، اون دعوتت رو آشکار کن، دعوتی که به تو رسونده شده آشکار کن. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکان روگردان باش که ما تو رو حفاظت میکنیم. اعتماد توکلت فقط و فقط بر خدای منان باشه، خدایی که از تو حفاظت میکنه، از دعوتت حمایت میکنه. پس مؤمنانی که خداوند اونها رو شرف داده تا طلایه‌داران توحید باشند در جاهای مختلف، در همین سرزمین هایی که نامشون به اصطلاح اسلامی هست و
مؤمنان یا جامعه غرق در شرک و بدعتها و انسان پرستی و قبر پرستی و امام پرستی و پیر پرستی هست، در این جامعه ها اگر خداوند بر تو منت نهاد و توحید به قلب تو الهام شد و قرآن در قلب تو جا گرفت، اگر از جامعه بیم داشتی، خطر داشتی، دعوتت رو مخفیانه پیش ببر. یکی یکی عناصر آگاه و باسواد و اندیشمند و آگاه جامعه، اینها رو یکی یکی جذب دعوت کن و با قرآن و با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشناشون کن و بدین صورت دعوتت رو به پیش ببر و تا نیاز نیست و تا اون خطر برطرف نشده دعوت توحید همینطور مخفیانه به پیش بره و به صورت سری و زیرزمینی تا وقتی که این خطر برطرف میشه و موحدان میتونن لبیک گویان از زیر زمین و از مخفیگری بیان بیرون، اونجاست که دعوتت رو آشکار کن و نترس. انا کفیناک المستهزئین. خداوند در مقابل کسانی که با تو در میافتند، اونها در واقع با تو در نیفتادند، با خدا در افتادند، در مقابل اونها از تو دفاع خواهد کرد. از فحش و ناسزایشون، از بد و بیراهاشون هرگز هیچ بیمی به دل راه نده، چرا که خدا با توست و هر که با خدا در افتاد بر افتاد. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل